الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 67 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه باز به شما یک چند مسائلی که تعلق به توحید ربوبیت دارد بیان خواهیم کرد. در حلقه های گذشته و به خصوص در حلقه گذشته به شما در مسئله معنای توحید الوهیت و معنای کلمه اله و از کجا اشتقاق شدنش را بیان نمودیم. حالا باشد به شما بیان میکنیم که اشتقاق اسم اله، همین کلمه اله، از دو امر است. یعنی همین اله اشتقاق شده است از دو چیز، گرفته شده است از دو چیز. یکمیش از فعل بنده ها، علما میگن الاول فعل العباد، میگن اول از فعل بنده ها که همون اشتقاق اول از صفت بنده و فعل بنده است که اینه میگن عبودیت. این صفت بنده است، یعنی عبودیه یعنی انسان هایی که بندگی را به الله انجام میدهند، عبودیت را انجام میدهند. و اشتقاق دوم اسم اله از عبادت است. استحقاق عبادت یعنی مستحق بودن عبادت به کی؟ به الله. یعنی تمام عبادت مستحق کی است؟ مستحق الله است. پس اله این صفتی ذاتی لازمه بر الله است. همین کلمه اله این صفتی ذاتیه که لازمه هست، یعنی همیشه با الله هست. برای من علما میگن این نمود صفت را صفت ذاتیه لازمه لله، صفتی ذاتی لازمه بر الله سبحانه و تعالی. اله صفتی ذاتی لازمه الله است که همین صفتی ذاتی لازمه اله بازگشتش به ربوبیت است، یعنی الربوبیت است، صفت های ربوبیت. بارک الله فیکم. پس اله این صفت رب است عز وجل و همین اله گفتیم به وزن فعال و به معنای مفعول، معلو، معبود است. اله معبود است. شما این انشاءالله فهمیدید در حلقه گذشته. لیکن ببینید مسئله مهم است. همین کلمه یا سبب هدایت یا سبب گمراهی می شود. وقتی که انسان همین کلمه اله را خوب فهمید، خوب درک کرد، چخیلی که الله و رسولش می خواهد همچنین فهمید، البته که توحیدش صحیح می شود. اما وقتی که همین کلمه اله را بنده خوب نفهمید، چخیلی که الله و رسول می خواهد نفهمید، گمراه می شود. چخیلی که صوفی ها، رافضه ها، صوفی های قبوری، چخیلی که اشعری ها، ماتوریدی ها، چخیلی که خوارج ها و تمام فرقه های باطل به سبب فهمی خطا در بالای همین کلمه گمراه شدند که ما در حلقه آینده بیان میکنیم که چگونه اونها گمراه شدند. لا اله الا الله را اونها خطا فهمیدند. کلمه اله، همین کلمه اله را خطا فهمیدند
بعد از این کلمه اله را خطا فهمیدند، توحید الوهیت را انکار کردند، توحید عبادت را انکار کردند. اونها فهمیدند که گویا فهمی اونها این خیلی بود که اله این به معنای مفعول یعنی مألوه و معبود نیست، بلکه اله به معنای فاعل است، بر وزن فاعل است و معنایش هم خالق است و رازق است، یا که القادر علی الاختراع گفتند. یعنی معنای لا اله الا الله را توحید ربوبیت گفتند، نه توحید الوهیت. یگانه فرقه ای که میگوید که لا اله الا الله برای زنده کردن توحید الوهیت، برای دعوت به سوی توحید الوهیت آمده است. تمام رسولان برای دعوت به سوی توحید الوهیت آمدند، چرا که معنای اله این چی است؟ معبود است. این اهل سنت و جماعت است. اما دیگر فرقای باطل گفتند لا اله الا الله این توحید ربوبیت است. توحید ربوبیت را کسی که میفهمد، میداند و دارد، تمام این مسلمان است. گرچنده که شرک در الوهیت داشته باشد هم، گرچنده که قبر پرست باشد هم، گرچنده که والعیاذ بالله دیگر شرک و کفر را انجام دهد هم، مسلمان است. اینها رافضه ها، صوفی ها، اشعری ها، ماتریدی ها، خوارج ها و غیره. از همین جهت ما گشته و برگشته معنای اله را به شما با طریقا، با راه‌های گوناگون، با عباره‌های یعنی گوناگون تفسیر میکنیم، معنی داد میکنیم، تا که در ذهن‌های شما این کلمه به معنای درست جایگیر شود. در این حلقه، در حلقه آینده و در حلقه آینده باز درباره کلمه اله صحبت خواهیم کرد. پس این بود که این کلمه فهمش برای ما به نهایت ضرور است. از همین جهت به نهایت ضرور است. هر یک مرد موحد باید معنای کلمه اله را داند. بار دیگر میگم که اله معنایش این معبود است. اله این صفتی ذاتی لازمه بر الله است. اله این صفت رب است که معنایش معلوه است و معبود است. معبود حق، اله حق این کیست؟ این الله است. انامین معنای بگیم اله است. انامین معنای الوهیت است. انامین معنای تأله یعنی تعبد است. اله، الوهیت، تأله، همه این معنای چی رو میتید؟ عبادت رو میتید. یعنی این کلمه ها بیانگر و معنایش معنای عبادت است. عبادت، الوهیه یعنی عبودیه، الوهیه عبادت، اله معبود، تأله تعبد عبادت کردن، که در نزد عرب این کلمه معروف است و مشهور است. در نزد تمام عرب، جمیع عرب معروف است. و باید بدانیم که به خاطر انامین عبودیه، به خاطر همین عبادت، به خاطر انامین الوهیت، به خاطر انامین کلمه بگیم یکتا پرستی، الله رسولانش را فرستاد. تمامی رسولان الله از نوح تا محمد صلی الله علیه وسلم که 25 نفر اونها بگیم در قرآن ذکر شده است، از آدم تا محمد صلی الله علیه وسلم و دیگر زیاد از پیامبران و انبیا که آمده اند، همه اشان به خاطر چی آمده اند؟ به خاطر انامین الوهیت، به خاطر عبودیت، به خاطر عبادت که تنها به الله انجام داده شود، به خاطر لا اله الا الله. لا اله، اله یعنی معبود، نیست معبودی بر حق بجز الله. یعنی تمام عبادت باید به الله انجام داده شود. همش باز میگردد به خاطر همین کلمه الوهیت. و تمام کتاب‌هایی که نازل شده است که معروفترین اونها تورات، انجیل، تورات به موسی علیه السلام، انجیل به عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، زبور به داوود، این کتاب‌ها و غیر از این دیگر همه کتاب‌هایی که الله نازل کرده است به خاطر اینکه انامین الوهیت فهمیده شود، به خاطر اینکه همه یگانه الله را عبادت کنند. یعنی به خاطر اینکه الوهیت
توحید الوهیت زنده شد. یعنی یگانه دانستن الله در الوهیت، یعنی در عبادت. عبودیت را به الله انجام دادن، عبادت را به الله انجام دادن، عبودیت کردن بنده ها الله را. اله، معبود بودن الله، یگانه و یکتا پرستیدن الله. به خاطر همین تمام پیامبران آمده اند، تمام رسولان آمده اند، تمام کتاب ها نازل شده است و تمام علما کتاب می نویسند و شب و روز دعوت می کنند که ای مردم، یگانه اله حق، معبود حق که این الله هست عبادت کنید. تمام عبادت را به الله انجام بدید. نام این را توحید الوهیه میگن. انمین آمدن رسولان، نازل شدن کتاب، همه این حرکت به خاطر چی بود؟ به خاطر الوهیت بود. این قضیه را قضیه توحید عبادت میگن، توحید الوهیت میگن. معروف است در نزد من شما که توحید الالوهیه یا که توحید العباده. انمین نمود توحید را مشرک ها در زمان پیامبر انکار کرد. توحید ربوبیت را اقرار کرد. خیلی که ما در حلقه‌های گذشته به شما چقدر ده ها آیت را از قرآن عظیم ذکر کردیم، حجت آوردیم، دلیل آوردیم که مشرکا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، ابو جهل، ابو لهب، دیگر تمام مشرکا، بدبخترین مشرکا که پیامبر گفتن اونها همش جهنمی است، انمون مشرکا توحید ربوبیت را قبول میکرد. یعنی چی میگفت؟ الله خالق است، الله رازق است، الله مدبر است، زمین و آسمان را الله خلق کرده است، الله نگهدارنده آفتاب و مهتاب است. این هیکل ها رو ما، این بت ها رو ما، این وثن ها رو ما بین خود بین الله شفاعت کننده میگیریم. الذين اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واسطه میگرفتند، توحید ربوبیت رو قبول میکردند. اما انمین قضیه الوهیت، قضیه الهی، بگویم الهیه، الوهیه، توحید العباده، توحید الالوهیه رو انکار کردند. مشرکا انمین جانب رو، الوهیت رو انکار کردند. چی گفتند؟ در سوره صاد آیت 5 آمده است که الله سبحانه و تعالی خبر میدهد که مشرکا به پیامبر گفتند اجعل الالهه الها واحده. یعنی وقتی که پیامبر مشرکا رو گفتند که ای مشرکا، فقط به توحید ربوبیت کار تمام نمی شود، به همین نجات نمی یابید. شما وقتی گفتید که الله خالق است و رازق است و مالک است، به همین تمام نه. شما باید یگانه الله را عبادت بکنید، یگانه الوهیت را به الله انجام بدهید، عبادت را به الله انجام بدهید. توحید الوهیت، توحید عبادت، یعنی عبادت را به الله انجام بدهید. مشرکان در جواب پیامبر چی گفتند؟ آیا تو تمام اله ها را انکار میکنی و یک اله را اثبات میکنی؟ یعنی فقط یک اله را اثبات میکنی و دیگر اله ها را انکار میکنی؟ مشرکان این دعوت رسول الله را انکار کردند. گفتند که این اله ها، یعنی این معبود های زیاده که هست، همه اینها را انکار میکنی و یک معبود را اثبات میکنی؟ این چیز عجیب است. گفتند، یعنی گفتند که ای محمد، تو میخواهی که ما این معبودها را، یک چند این بت‌هایی که هست، ترک کنیم، یگانه الله را معبود حق سبحانه و تعالی را عبادت کنیم، به همین تمام است؟ و همین انکار کردند. گفتند که نه، ما الله خالق میگویم، رازق میگویم، اما بین خود و بین الله واسطه میگیریم. یعنی عبادت به غیر الله انجام دادن هم مشرکا ممکن گفتند. اما الله به همین اونها را نگذاشت، اونها را قبول نکرد. گفت شما مشرک هستید. رسول الله گفت شما مشرک هستید. چرا که رسول الله از اونها چی خواست؟ صلی الله علیه و سلم خواست که تمام این معبودهایی که هست ترک کرده شود، این معبودهای باطل.
و یگانه الله سبحانه و تعالی یگانه خودش عبادت کرده شد. و به همین خاطر، به خاطر توحید الوهیت، پیامبر صلی الله علیه وسلم شمشیر کشیدند، خون ریزانیدند، خونها حلال گشت و زنها کنیز شد، مالها گرفته شد، خونریزی و سبحان الله کشاکشی شد. به خاطر چی؟ به خاطر توحید الوهیت. وقتی که توحید الوهیت ترک شد، شرک و کفر بالا شد، الله اجازه داد که بجنگید تا که شرک و کفر نابود شد. و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله. بکشید تا که فتنه نابود شد. فتنه چی؟ فتنه این کفر و شرک است. کفر و شرک از آدم کشی دیده سخت‌تر و وزن‌تر است. الفتنه اشد من القتل. فتنه از قتل دیده، از کشتن دیده، از کشتار و جنگ دیده سخت‌تر است و بدتر است. فتنه چیست؟ فتنه خیلی که ابن عباس میگن و دیگر صحابگان میگن فتنه این شرک است و کفر است. به خاطر توحید الوهیت رسول الله جنگیدند، هجرت کردند و دیگر همه این سیره پیامبری که خوب میدونید واقع شد. و همین دلالت کننده سخن پیامبر است، یا که مدلول سخن پیامبر صلی الله علیه و آله این است که پیامبر گفتند در حدیث اومده است که من قال لا اله الا الله عصم مني دمه و ماله. در حدیث دیگر اومده است که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند، حدیث ابی بلتعه که ما مسلم روایت میکنند، گفتند من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه علی الله. هر کسی که لا اله الا الله بگوید، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله گوید، و کفر بر طاغوت ورزد، مالش و خونش حرام است و حسابش بر الله است. اگر لا اله الا الله را خیلی که یعنی پیامبر میخوان یعنی نگوید، یعنی عبادت الله را انجام ندهد، وقتی که لا اله الا الله میگه یعنی معنیش این است که یگانه الله را عبادت میکنید. هر کسی که لا اله الا الله را قبول نکند، یگانه الله را عبادت نکند، کفر به طاغوت نورزد، مالش و خونش حلال است، حرام نیست، حلال است. این سخن پیامبر است. پیامبر در حدیث دیگر گفتند که خیلی که امام مسلم را میکنند امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا او يقولوا لا اله الا الله اقاموا الصلاه وايتاء الزكاه فاذا فعلوا ذلك اسموا مني دماء واموالهم وحسابهم على الله. من امر شدم از جانب الله که جنگ بکنم با مردم تا که بگویند که لا اله الا الله. زمانی که لا اله الا الله گفتند، نماز خواندند، زکات دادند، حق لا اله الا الله را به جا آوردند، بعد از این خونش و مالش حرام می شود و خون و مالش حفظ می شود و حسابش به الله است. البته ما به شما در حلقه های آینده سخنهای علما را، سخنهای سلف امت را و اینچنین اهل لغت را برای تأیید کردن معنای اله که این معبود است بیان میکنیم و بیان میکنیم که الوهیت این عبادت است. با سخنهای علما را میبیاریم و به شما ذکر میکنیم که همین عبادت، همین الوهیت را انجام دادن به غیر الله جایز نیست و یگانه کسی که یا که یگانه ذاتی که مستحق است این الله است. و این از همه بزرگترین مسئله هست که مشرکا به همین مسئله مخالفت کرده است. از همه بزرگترین مخالفت مشرکا به همین کلمه است، انجام دادن الوهیت و عبادت به الله. و این چنین مشرک زمانهای ما، تمام مشرکایی که امروز در زمان ما وجود دارد، انا مخالفت بزرگترین اونها به دین، به اسلام، به قرآن، به سنت، به سلف، به موحدین، به اهل سنت و جماعت در همین کلمه الوهیت و عبادت است. زیرا که الوهیت را، عبادت را تفسیرش را خطا کردند و تفسیر الوهیت را ربوبیت کردند. ربوبیت است گفتند، خلق است و تأثیر و تدبیر است گفتند. بارک الله فیکم. با همین گمراه شدند. با همین این موضوع را، این
کلمه اله را در این حلقه به پایان میرسونیم و در حلقه آینده باز ان شاء الله صحبت خواهیم کرد در این مسئله. اما باید دانید که همین توحید الالوهیه به خودش یک چند نام ها دارد. خیلی که ما گفتیم توحید الربوبیه به خودش یک چند نام دارد. به ما معروف است. مثلا گفتیم توحید الربوبیه، توحید العلمی نظری، توحید المعرفه والاثبات. این نامی توحید ربوبیه بود. این چنین توحید الوهیه یک چند نام دارد. یعنی شرط نیست که فقط یا ضرور نیست که فقط یک نام داشته باشد. یک چند نام دارد. از نظر معنا همش درست است. یکمیش که توحید الالوهیه میگیم، توحید الالوهیه، یا که توحید الالهیه، نسبتی الهی که عبادت کرده می شود، یعنی معبود، نسبت دادن عبادت به همون معبود یگانه الله. این نام مشهور و معروف است، توحید الالوهیه، توحید الالهیه. دومین نمودی این نمود توحید، توحید العباده، توحید العباده، توحید الالوهیه، توحید العباده هم گفته می شود. توحید عبادتی که همون عبودیتی که الله من شما را امر کرده است که لازم است که ما باید به الله انجام بدیم، ضرور است، لازم است، شرط است که ما به الله انجام بدیم عبودیت رو. برای من توحید العباده میگن، یعنی یگانه دانستنی الله در عبادت، تنها و یکتا به الله عبادت را انجام دادن. سومین نامش توحید العباد، توحید بنده ها. یعنی چگونه فهمیم؟ علما میگن که کون همین توحید العباد یعنی متعلق به فعل های بنده ها هست. متعلق، این نمود توحید تعلق دارد به فعل ها، عمل های بنده ها و مخلوقین. از همین جهت توحید العباد گفته می شود. ما گفتیم توحید ربوبیت توحیدی عملی نیست، توحیدی علمی نظری هست، فقط توحید اعتقادی هست. توحید ربوبیت توحید علمی نظری اعتقادی است. اما توحید الوهیت توحید عملی هست. این عمل را کی انجام میده؟ عباد، یعنی کی؟ بنده ها، مخلوق ها، من و شما انسان ها انجام میدیم. از همین جهت توحید عباد گفته شده است. توحید الوهیت را توحید عباد هم میگن. چهارمین نامش توحید الاراده، توحید الارادة والقصد والنیه والطلب. این نمود توحید الوهیت را توحید اراده هم گفته می شود، توحید القصد و النیه و الطلب گفته می شود. دانید که توحید اراده وجود دارد. خیلی که ما بیان کردیم که توحید یگانه اراده کردن الله، توحید قصد، از قصد فقط الله بودنش، توحید نیه، نیتی ما تنها به خاطر الله بودن، یعنی نیت شرک رو کردن، نیت کفر رو کردن آدم رو کافر میکند. توحید الطلب، در طلب، در دعا ما باید کی رو فقط طلب و دعا کنیم؟ الله را. پس توحید الاراده، توحید القصد و النیت و الطلب گفته میشد. این توحید الوهیت است، توحید عبادت است. انا همین را توحید الاراده و قصد و النیت و الطلب گفته میشد. یعنی در عبادتمون کی را فقط اراده میکنیم؟ الله را. در عبادتمون کی را فقط قصد میکنیم؟ الله را. در عبادتمون کی را فقط نیت میکنیم؟ الله را. در عبادتمون کی را فقط در دعامون طلب میکنیم؟ الله را. پس این نمود توحید متعلق دارد به اراده بنده، به نیت بنده، به قصد بنده. نسبت به کی؟ نسبت به الله، نسبت به همون ذاتی که منفعت میبخشد به بنده ها و از اونها ضررها را دور میکند. پس بنده هم الله را طلب میکند، الله را قصد میکند. همه این داخل میشود به عبادت، همه این داخل میشود به عبادت. پس اراده، قصد، نیت، طلب، این همه عبادت است. باید خوب دانید اراده کردن، خواستن، قصد کردن، نیت کردن، طلب کردن، این همه عبادت است. پس در همینجا شرک شدنش هم ممکن است. هر یک چیزی که عبادت است پس همون به شرک واقع می شود. یعنی اگر ارادت رو به الله کنید عبادت شد، اگر اراده رو به غیر الله کنید شرک شد. قصد رو به الله کنید عبادت شد، قصد رو به غیر الله کنید شرک شد. نیت رو به الله کنید عبادت شد، نیت رو به غیر الله کنید شرک شد. یک کسی به خاطر الله نیت میکند و نماز میخواند،
عبادت است. یک کسی نیتش در نماز را به کی انجام میدهد؟ نیت میکند که به همین قبر نماز میخواند، پس این شرک شد. یک کس طلب از الله میکند، عبادت است. یک کس طلب از غیر الله میکند، شرک شد. انا این باید خوب درک کرده شد. برای من چهارمین نام توحید الوهیت توحید الاراده، توحید القصد و نیت و طلب است. پنجمین نام توحید الالوهیه این چی است؟ توحید الطلبی، یا که توحید الطلبی قصدی، توحید الطلب والقصد، توحید طلب و قصد. برای که در این نمود توحید الوهیت انسان همیشه طلب میکند و قصد میکند. یا عبادت رو به کی قصد میکنید؟ به الله قصد کرده انجام میدید، یا که از الله طلب میکنید. برای همین توحید الوهیت رو علما گفتن توحید طلب قصد. این توحید فقط در دایره دو چیز است. یا از الله طلب میکنید. چی رو طلب میکنید؟ دو چیز رو طلب میکنید که الله به شما فایده دهد، منفعت بخشد و از شما بلا رو دور کند، دفع مضرات کند. طلب المنفعه و دفع المضره، جلب المنفعه و دفع المضره. یا که قصد میکنید الله رو در چی؟ در عبادت. یا که تمام عبادت رو به قصد الله انجام میدید. از همین جهت توحید الوهیت توحید الطلب والقصد گفته میشد. بارک الله فیکم. پس یعنی به عبارت دیگر بگیم توحید الوهیت قائم بر طلب است. طلبی بنده از الله سوال میکند از آن چیزی که منفعت است در دینش، در دنیاش، در آخرتش، و این چنین عبادت رو به الله انجام میدید. بارک الله فیکم. ششمین نام توحید الوهیه توحید العمل، توحید الفعل، توحید العملی الفعلی گفته میشود. توحید العملی فعلی. چرا که توحید الربوبیه توحید عملی نیست. توحید الربوبیه توحید علمی هست، توحید اعتقادی هست، توحید نظری هست. شما اعتقاد میکنید، میدونید، میفهمید، میآموزید، علما نظرا اعتقاد میکنید که الله خالق است، رازق است، یکتا تنها در همین است. توحید اسما و صفات هم همین است. اما توحید الوهیت این توحید عملی است، توحید فعلی است. یعنی شما عمل انجام میدید، عبادت انجام میدید. به کی؟ به الله. بارک الله فیکم. یعنی شما نماز میخونید، زکات میدهید، روزه میدارید، حج میکنید، دست برداشته دعا میکنید، یا که شما در گرد خانه الله طواف میکنید، حکم میکنید، اطاعت میکنید، مراجعت به محکمه الله. این همه عبادت است. همین عبادت ها رو به غیر الله صرف کردن این همه شرک است. بارک الله فیکم. هفتمین نام توحید الوهیت این نمود توحید را توحید الشرع والامر والنهی هم میگن. نامگذاری شده است به این نمود نام توحید الشرع والامر والنهی به خاطر اینکه این نمود توحید الوهیت تعلق دارد به امر الله، به بنده هاش، و شریعت الله به بنده هاش، تا که الله را عبادت کنند. و این چنین هشتمین نام این نمود توحید الوهیت را توحید الغایه میگن. غایت یعنی مقصدی، اساسی مقصد چی؟ غایه میگن. غایت از آفریده شدن تمامی این خلق، غایتی که به خاطر همین غایت خلق را الله خلق کرد، مخلوق را خلق کرد، من شما را خلق کرد، این چی است؟ انمین توحید الوهیت است. انمین نمود توحید است، توحید عبادت است. از همین جهت توحید الغایه گفته میشد. غایت از آفرینش، مقصد آفرینش چی است؟ عبادت الله است. پس توحید الغایه گفته میشد. بارک الله فیکم. پس این بود نام‌های توحید الوهیت. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده آیات‌هایی که در اون آیات کلمه لفظ اله وارد شده است به شما ذکر میکنیم و سخنهای علما را در مسئله اسم اله
بیان میکنیم و مذهب های باطل را که چگونه خطا فهمیدند و چگونه گمراه شدند در مسئله اله بیان خواهیم کرد. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.